رگای قلبت گرفته، دکتر بهت گفت باید آنژیو یا بالون انجام بدی، هزینهش چند میلیونی و نداری. با راهکاری که میخوام بهت بگم جلوی عمل چند میلیونی آنژیو و بالون قلبتو میگیری و میتونی پولاتو توی بانک پسنداز بکنی. میخوام طرز درست کردن یه معجون باز کننده قلب رو بهت یاد بدم که مثل وایتکس عمل میکنه و تمامی چربی ها و گرفتگی های توی قلبتو باز میکنه. 50 گرم آب زنجبیل تازه، 50 گرم آب سیر تازه، 50 گرم آب لیموی تازه و 50 گرم سرکه انگور طبیعی رو با هم ترکیب میکنی. 3 برابر این نسبتی که بهت گفتم عسل کوهستان رو بهش اضافه میکنی و میذاری با شعله ملایم در حد نیم ساعت میجوشه. نحوه مصرف و منع مصرفش رو توی کپشن همین پست برات گذاشتم، اینکه چه کسایی نمیتونن از این نسخه استفاده کنن و مناسب چه افرادی هستش. این پست رو بفرست واسه تمامی عزیزانه، چون تو هر خونه ای 1-2 نفر هست که درگیر گرفتگی عروق هستن و از این زیر پیجم رو فالو داشته باش.